عرض ادب و احترام، سپرداد هستم. بسیار خوشحال و خرسندم که در خدمت شما عزیزان هستم با کانال نومرولوژی و علم اعداد. دوستان، ما یک سری شروع کردیم توضیحات کامل در مورد اعداد. عدد 1 2 3 رو توضیحش دادم خدمتتون توی ویدیوهای قبلی. رسیدیم به عدد 4. عدد 4 با اورانوس مرتبط میشه. این عدد نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع و تحمل شکیبایی و داشتن اغماض نسبت به دیگرانه. 4 عددهای رفتارهای غیر محافظه‌کارانه است، وقایع ناگهانی و همینطور هم نبوغه. شخصی با ماهیتی که تحت تاثیر عدد 4 قرار داره، چنانچه توی روزهای 4م، 13م، 22م و 31م هر ماه از سال به دنیا آمده باشه، به گروه 4 تعلق داره. اگر این عزیزان متولد ماه بهمن باشن، ارتعاش عدد 4 خصوصیات اخلاقی ماه تولدشون رو شدت بیشتری میده. اگه متولد مرداد باشن، ارتعاش عدد 4 گهگاهی با هدفهای ماه تولدشون تضاد داره. و اگر متولد خرداد، مهر، آذر، فروردین باشن، ارتعاش عدد 4 با خصوصیات اخلاقی و انگیزه ها و زمینه‌های اخلاقی شخصیتی ماه تولدشون هماهنگی کامل داره. و اگه متولد ماه آبان، اردیبهشت، تیر و شهریور و دی باشند، ارتعاش عدد 4 با غرایز اساسی ماه تولدشون تضادی داره و گاهی اوقات ارتعاش عدد 4 در شخصیت این افراد ظاهر میشه و رفتارشون چنان غیر معمول میشه که موجب حیرت و تعجب دیگران میشه که این آدم اونه. نزدیکان و دوستان افراد عدد 4 به ندرت حالات احساسی اونا رو درک میکنن. افراد 4 برای همه کسایی که اونا رو میشناسن همیشه مثل یک راز و رمزن. این اشخاص از قوانین خودشون پیروی میکنن، معمولا با قوانین اجتماعی هماهنگی ندارن. نحوه سخن گفتن و کردارشون بیشتر اوقات دیگران رو به تعجب میندازه و تا حد زیادی تکان دهنده هست. و چنین به نظر میسه که این کار رو به عمد و سنجیده انجام میدن، که البته همینطور هم هست. افراد 4 در آینده زندگی میکنن و اهمیت چندانی به زمان حال نمیدن. از نظر فکر و خواسته سالها جلوتر از سایر مردم هستند. همراه شدن با این صفت به خصوص نوعی استعداد درونی برای پیشگویی و پیشبینی وقایع آینده رو دارن. هر چیزی که خارج از روال معمول و دور از هر گونه رسم و قاعده اجتماعی باشه، در نظر اشخاص 4 مطلوبه، چون اونا طبیعتی بسیار کنجکاو و جوینده دارن. برای مثال شخص 4 شانس بسیاری برای رو در رو شدن با موجودات عجیب و غریب مثل پاگنده، غول بیابونی یا حتی الامکان دوستی با کسایی رو داره که از نظر دیگران شاید وجود نداشته باشن و نه از نظر علمی هم شاید ثابت نشده باشن. معمولا دنبال ارتباط با اجنه و اینجور داستان ها هستن. اگه دوستان عدد 4 متولد آبان باشن، معمولا هم یک ارتباطاتی با ماورالطبیعه میگیرن. افراد جزء دسته 4 به طرز عجیبی از تغییر دادن هر گونه عادت شخصی بیزار هستند و این عادات معمولا همیشه یکسان و دست نخورده باقی میمونه. اگه کسی بخواد به اونا زور بگه یا سعی کنه که خمیرهشون رو به شکلی پذیرفتنی توی اجتماع در بیاره، ممکنه اشخاصی بسیار یک دنده و لجباز بشن. این افراد اکثرا مجذوب بشقاب پرنده و امثال این پدیده‌های عجیب هستند و ناگفته ترین آرزو و خواستشون اینه که با مردان فضایی ارتباط بگیرن یا حتی به درون سفینه‌های فضایی برن. دوستی و رفاقت برای ارتعاش شخص 4 واجب و حیاتیه. این افراد بیشتر اوقات دوست و آشنایی بیشماری تو نقاط مختلف زمین دارن. پول ارزش چندانی برای این دوستان نداره و از نظرشون فرقی نمیکنه که شاه سر سفره بشینه یا با فقیری بینوا. اونا با طبقات اجتماعی اهمیتی نمیدن و اصلا تمایلی به تحت تاثیر قرار دادن دیگران ندارن. این اشخاص حاضرن تو اتومبیل با چادر کوهنوردی یا کیسه خواب زندگی کنن و یا خوابیدن تو کاخ مثلا احساس شور و هیجانی به اونها نمیده. البته فکر نکنید که این دوستان ضد رفاه و ثروت هستن. نه، دلیلش اینه که به پیرامون اطرافشون توجهی ندارن. اونها توی رؤیاهای خودشون زندگی میکنن. اشخاص 4 به کارها و گفته های شما اهمیتی نمیدن، هر اندازه که میخواد حالا جسارت آمیز و رسوا کننده باشه. حتی برخلاف عقاید و اصول اخلاقی که دیگران میدن، اونا توقع دارن که شما چنین رفتاری رو مثل اونا پیشه کنید. خب این توضیح در مورد اعداد 4. لازم بهتون بگم که اگر دوستانی که ویدیوی 4 و 8 قضا و قدر رو ندیدن، این رو در نظر بگیرن که اگه شما متولد
به اصطلاح متعلق به عدد تولدی 4 هستید، یعنی توی روز 4م، 13م، 22م و 31 ماه، حالا چه میلادی و چه شمسی متولد شدید به در این تاریخ ها، حواستون باشه که با دوستانی که توی روزهای 8م، 17م، 26م ماه میلادی و یا شمسی متولد شدن به هم جذب میشید، اما رابطه شما رابطه درست و مناسبی نیست، باعث بروز درد و عذاب برای هر دو طرف میشه. حتی اگر عدد عمومی اسم کسی که با شما در ارتباط هست، شما متولد 4 هستید، عدد عمومی اون شخص مثلا عدد عمومی اسمش عدد 8 باشه، با شما ارتباط خوبی نداره، یا باید اسمش رو عوض کنه یا باید رابطتون رو تموم کنید. توی ویدیو 4 و 8 قضا و قدر توضیحات کامل رو دادم، حتما اون ویدیو هم رو ببینید. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه و توضیحات عدد 5 در خدمت شما هستم. بدرود.